سلام به همگی، بنده کرشتی هستم و خوش اومدید به یک بازی از فوتبال موبایل. اومدیم امروز من به بنده دیویژن 6 هستم. میخوایم امروز یه بازی فوتبال انجام بدیم و این کار رو امکان داره روزی 2 تا 3 تا شاید هم مثلا یه روز نذاشتم، ولی ما همونو بریم تا وقتی که به دیویژن 1 برسم. و وقتی به دیویژن 1 رسیدم یک ویدیو از خودم توی چنل منتشر میکنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. تو بین ویدیو من خواست ویدیو از هر بازی موبایلی دیگه مثل کال آف موبایل، فری فایر، پابجی یا هر بازی دیگه ای بذارم تو کامنت ها برای من بنویسید. من همه این بازی ها رو دارم، اگه بخواین براتون میرم. خب ببینیم این حریف بنده هم پیدا نمیشه. حریف پیدا شد. بریم برادر ببینیم چیستن. لیورپول آیمن با عکس آقام بی. حالا ایران بک ایستر درست نظرت ترکیبش دروازه‌بانش خیلی خوب نیست و مزرعه امکان ساخت کردن داریم. لواندوفسکی هم سعی می‌کنه تعویضش کاملا تا بکنم. بیشتری خطر برای یکی لواندوفسکی داره، یکی داره این سالیه درسته نیستش رو میشه اما داره این بعد از سال دراز داریم میریم تو بازی. بریم ببینیم. من رد کنیم فشار شریف اینجا برویم چند این چی دارش میتونم کاسا دیگو. تا نبودی ما چی کاری میخواستیم بکنیم؟ اونو زرد داد بارنولد سر چی؟ ای هازاردشو تکلیدم. برش بابا یا هازارد دیگه در حال سانت هستش.
هری خیلی منطقی. مسی جیسون میخواد بده وسط. تونی آدامس نمیزنه. داشتم این آدامس اینجوریش بده میچسبه. چه میخواد که بزنه تو میرسه نیمار جونیور. نیمار میده میخواد برسه جمال موسی. یا بفرست تونی آدامس چی شد؟ فقط شانس بیاد مسی ایران همراهی کنه. اینقدر که مسی ایران خوبه و تعریف کنه. مته همه جای کره زمین رو میزنه. باگی نشد دیگه. باش اومد تو دست تونی میده آقای مسی. تو مسی بیا منطقیه ولی There will be 1 minute at a time. وای نونو مندز خب نیمه اول 1-0 به نتیجه تموم شد. اول لیورپول با یه شوت توپ داد تو چارچوب بشینه. رونالدو کاستا در مقابل واسه نیمه بعدی دیگه دراگان رو میارم به جای ویتینیا و وسط بازی هم دقایق آخر دیگه اگر یک کم اختلافمون کم بود امباپه رو میارم به جای هری کین. بریم تو بازی خدا رو بیار به جای موسیالا. نه دیگه خدا بریم تو بازی. لطفاً منو حمایت کن خدای. این اولین ویدیوی بلند منه. شورت Vitinha coming on the field. Number 11, Hazard. Number 7, Stojkovic. تقریبا میشه گفت مثل اینه که تک به تک اگه 10 تا بازی کن هری بدون گوش مسی آنکار مسی گل دوم. این گل توسط آقای مسی به ثمر میرسه 2-0. گل دوم سوپر شوت و خیلی عجب شوت رو سیو میکنه کارمس میده وسط هریکه یعنی بعد دقیقا حتما سابسکرایب کنید. خیلی نیاز به حمایتتون دارم. اگه حمایت کنید بریم سراغ کال آف دیوتی پابجی موبایل هرچی که شما بگین دیگه. مهره بنده دست شماست.
پاستا جان بنداز بالا. بنازم به این بازیکنای خودم. عشقم. ساکا بوکایو ببینیم چی میشه. میده جلو. کیلیان امباپه نمیرسه کیلیان امباپه. تونی آدامز بگیر. تونی دورش کن. تونی دهنت سبریانی. خب به آخره بازی هم داریم میرسیم. دور کن آرنولد. 2-0 فکر کنم بازی تموم شد دیگه. دقیقه 90 چند دقیقه وقت اضافه میده. چی شد؟ خود لفت دهد. آیا چیکار میخواهد بکند؟ ما که همینجا هر وقت رفتیم تو بازی میاد. چی شد؟ بردیم. حالا بازی هم تمام نمیشد میبردیم. لفتات حریفمون و یه پک رایگان درست که میده. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. خیلی متشکرم. لایک و ساب و حمایتاتون رو فراموش نشه. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.